باورت میشه اگه بگم این گلدون رو فقط با کارتون ساختمش؟ سلام، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون فویا آرت. قبل از هر چیزی بگم حتما کانال رو سابسکرایب کنین تا هر موقع خواستین ویدیوها رو ببینین و گمش نکنین. زنگوله بغلش هم بزن که قرار هر هفته چند تا از این ویدیوها آپلود بشه. به محض اینکه ویدیو آپلود شد براتون آلارم میاد و شما میتونید ویدیوهای جدید رو ببینید. خب بریم سراغ آموزشمون. برای این کار شما نیاز دارین یه مدل داشته باشین یا خودتون بتونین طرح مد نظرتون رو روی کارتون بکشین. من اینجا 0 تا 100 رو بدون اینکه مدل داشته باشین بهتون یاد میدم. اول از همه یه مربع، من اینجا 6.5 در 6.5 انتخاب کردم، رسم میکنیم و از هر طرف 2 سانت علامت زدم تا دهانه گلدون رو مشخص کنم و با یه بشقاب گرد دایرم رو کشیدم. روی کارتون رو چسب 5 سانتی میزنم تا ملاتم به کارتون نچسبه. اینم بگم که کشیدن مدلمون رو خیلی با دقت و تمیز انجام بدیم، چون اگه کج و کوله بشه خروجیتون هم کج میشه و زحماتتون به باد میره. یه سری مقواهای پشت شطرنجی مثل همینایی که توی تصویر دیدین از لوازم تحریری ها میتونین تهیه بکنین. اینا رو من به عرض 5 سانت 5 سانت برششون زدم و با چسب حرارتی دور تا دور گلدون دوناتم رو خیلی آروم و با حوصله میچسبونم. سخت ترین بخش این قسمت اینه که شما بتونید دایره کوچیک رو مقواش رو بچسبونید. برای این کار هم میتونید یه بخشی از کار رو مثل من خالی نگه دارید و نچسبونید. اول دایره کوچیکتون رو با حوصله و چسب حرارتی بزنید و بچسبونید، بعد کارتون رو تکمیل بکنید. اگر جایی هم موند و احساس کردین که ملات از اونجا نشتی میکنه، حتما با چسب حرارتی پرش بکنید. یه تیکه از مقوا رو رون میکنم، با چسب حرارتی و چسب کاغذی فیکس میکنم و وسط کارم میچسبونم. در واقع جایی که میخوام سوراخ گلدان ایجاد بشه. الان میخوایم ملاتمون رو بسازیم. من از پودر سنگ مصنوعی استفاده کردم. اگه ندارید میتونید از گچ یا سیمان سفید هم استفاده بکنید. اگه تا اینجا از ویدیو خوشت اومد حتما دکمه لایک رو بزن تا انرژی قشنگتو داشته باشم. ملاتتونم کم اومد سریع درست کنین و بریزین تا پر بشه. بعد تقریبا 1 ساعت ملاتتون خودشو میگیره. مقواها رو میتونین جدا کنین و اون قسمت کوچیکی که داخل کار جا مونده رو با یه چاقو یا موچین قدیمی ها میتونید خیلی راحت درش بیارید. قسمت های تیز کار رو با چاقوی آشپزخونه یا کاردک میتونین بگیرین. من از چاقو استفاده میکنم چون راحت ترم و به نظرم خیلی بهتر میتونه انجامش بده. حتما دستکش دستتون کنین چون یه بار من دستمو بد بریدم و درس عبرت شده برام. تا جایی که میتونین با چاقو تیزی کار رو بگیرین. بعد با سنباده 100 و 150 که سنباده زبر محسوب میشه کل کار رو سنباده بزنید. تقریبا بعد 1-2 دقیقه فرم دلخواهتون ایجاد میشه و میریم سراغ قسمت سوراخ گلدون. من اینجا دیدم سوراخ گلدونم کجه، سنباده زدم درست نشد. بعد با استفاده از یه در کوچیک بطری اندازه‌شو گرفتم و کلاً داخل اون سوراخی که الان زده بودم رو خالی کردم و دوباره سنباده کشیدم و اونی شد که مد نظرم بود. من برای اینکه کارم خیلی بهتر بشه با سنباده نرمتر یعنی 500 یه دور دیگه سنباده کشیدم کارم رو. شما میتونید این قسمتش رو حذف کنید. میذارم کامل 2 روز سازم و خشک بشه. بعد از 2 روز میتونید نمونه سفیدش رو استفاده بکنید. اگرم نه مثل من میتونید رنگش بکنید. الان که خروجی کار رو دیدی به هم بگو این بهتره، اینی که خودت بسازی یا نمونه هایی که از قالب سیلیکونی خروجی میگیری. من خودم که واقعا این روش رو خیلی دوست دارم و هر چیزی که میسازم رو با عشق میسازم
و با عشقم بهتون یاد میدم. مراقب خودتون باشین تا ویدیوی بعدی. حمایتاتونم یادتون نره.